سلام، رامین حمیدی هم دبیر ریاضی در خدمتتونم با حل یک سوال جالب ریاضی از مبحث قدر مطلق. همونطور که میبینید سوال گفته قدر مطلق 2x منهای 4 کوچکتر است از 2x. خب دوستان 2x از یک قدر مطلقی بزرگتر، پس 100% 2x مثبته. پس من این رو میتونم به این صورت هم بنویسم، یعنی 2x رو بذارم داخل قدر مطلق. خب من چرا این کار رو کردم؟ این برای من یه خوبی داره. نگاه کنید، اگه ما داشته باشیم قدر مطلق A کوچکتر است از قدر مطلق B، مساوی میشه با این چی؟ من میتونم جفت طرف رو به توان 2 برسونم. یعنی قدر مطلق A2 کوچکتر است از قدر مطلق B2. حالا میتونم قدر مطلق B2 رو بیارم این طرف تساوی و مثبت بشه منفی. خب این رو میتونم چجوری بنویسم؟ نگاه کنید، یک چیزی به توان 2 منهای یک چیزی به توان 2 شده. این میشه اتحاد مزدوج. پس من این رو میتونم بنویسم آی منهای ب ضرب در آی ب علاوه ب. خب من اینجا یه همچین چیزی دارم، 2x منهای 4 ب علاوه 2x ضرب در 2x منهای 4 منهای 2x. من میتونم این رو به این صورت بنویسم. حالا میام همه‌شون رو تقسیم بر 2 میکنم، میشه x2 ب علاوه x منهای 2 x2 منهای x منهای 2. خب ما یه اتحاد داریم به اسم جمله مشترک. من میخوام اینا رو به صورت حاصل ضرب دو تا پرانتز بنویسم، همین. این میشه چی؟ میشه x منهای 1 ضرب در x ب علاوه 2. نگاه کنید خیلی آسونه. حاصل جمع باید بشه مثبت 1، حاصل ضرب باید بشه منفی 2. چی و چیه؟ منفی 1 ضرب در مثبت 2 میشه چند؟ میشه منفی 2. با هم دیگه جمع بشن میشه چند؟ میشه مثبت 1 ضرب در جمله مشترک x باشه میشه مثبت x. به همین راحتی. برای پرانتز دوم هم این کار رو انجام میدم و به این میرسم. نگاه کنید، x منهای 1 x ب علاوه 1 x ب علاوه 2 x منهای 2. اینها هم به صورت جفت با هم دیگه اتحاد مزدوج رو تشکیل میدن. پس من میتونم بنویسم x2 منهای 1 x2 منهای 4. خب دو تا پرانتز در هم دیگه ضرب شدن 0. خب پس یا پرانتز اول 0 یا پرانتز دوم. من باید چیکار کنم؟ باید ریشه های این دو تا پرانتز رو به دست بیارم. چطور این کار رو انجام میدم؟ با نمودار شناسی. ریشه پرانتز اول چیه؟ 1. ریشه پرانتز دوم چیه؟ 2. 1 و 2. خب گفته چی؟ گفته این دوتا در همدیگه ضرب بشن کوچکتر از 0 بشن. که این دوتا در همدیگه ضرب میشن کوچکتر از 0 میشن وقتی که بین 1 و 2 باشه. اگه x بین 1 و 2 باشه نمودار ما تو منفی هاست ایگرگش. در نتیجه جواب ما میشه وقتی که x بین 1 و 2 باشه. نگاه کنید کوچکتر مساوی نیست. چرا؟ چون این کوچکتره. به همین راحتی. این سوال به همین آسونی حل شد. تا یک سوال دیگه، یک ویدیو دیگه، خدایا رو نگهدارتون.